افشای حقایق تازه زندگی خوشبو احمدی در فرانسه. وطن فروشی خوشبو احمدی در سرک‌های پاریس. شوهر خوشبو احمدی کجاست؟ چطور خوشبو احمدی به فرانسه رفت؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. خوشبو احمدی هنرمند موفق، ناماشنا و سرشناس افغانستان که از برنامه رقابتی ستاره افغان آغاز کرد و در این پروسه خوب درخشید و توانست مقام هفتم را از آن خود کند. خوشبو احمدی بعد از ختم پروسه رقابتی ستاره افغان آهنگهایی به زبان شیرین دری و پشتو ثبت کرد و برای علاقمندانش نشر کرد. خوشبو احمدی در مدت بسیار کوتاه توانست در میان هنرمندان جوان و تازه کار شهرت خوبی پیدا کند. خوشبو احمدی عروسی کرده بود و دارای 2 فرزند می باشد. شغل اصلی خوشبو احمدی در افغانستان آرایشگری بود. وی بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان به کشور پاکستان رفت و در کشور پاکستان مانند قبل به کارهای آوازخوانی خود ادامه میداد و در محافل خوشی هموطنان افغان و پاکستانی ها اشتراک میکرد. خوشبو احمدی بعد از ماندن 1.5 سال در کشور پاکستان توانست به کشور فرانسه برود، ولی تاکنون یادی از همسرش نکرده است. وی تنها با 2 پسرش به کشور فرانسه رفته است. جدیداً خوشبو احمدی در سرک‌های فرانسه رقص می کند و ویدیوهای خود را در صفحات مجازیش نشر کرده است که مورد انتقاد شدید مردم و علاقمندانش قرار گرفته است. خوشبو احمدی بعد از رفتنش به کشور فرانسه برای همیشه از هنر خوانندگی دوری کرده است و یگانه سرگرمی خود را لایف آمدن در صفحه تیک تاک می داند. ولی هر کس خودش می داند و زندگیش. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان خوشبو احمدی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.